و مقصد دوم، قبیله دوم. میریم به سمت قبیله شگفت‌انگیز همر. خیلی جالبه این قبیله و سیر مطالعاتی ما و پژوهش‌های میدانی ما یک سیر مطالعاتی دقیقیه. از قبیله مرسی که خیلی دور از تمدن بودن و دور افتاده ترین قبیله اتیوپی بودن، میایم سراغ همر. توی همر یک مقدار پوشش بیشتری میبینیم، کمی بیشتر لباس‌ها از جنس پوسته. معلومه که دامداری اینجا بیشتر رایجه. یهویی وارد این قبیله میشیم، همین که برمیگردیم به لوژمون برای استراحت، به اون خبر میدن که یک اتفاقی که من خیلی دوست داشتم شاهدش باشم داره تو این قبیله میفته به صورت اتفاقی. اون اتفاق چیه؟ یک مراسم بلوغی بود که من همیشه دوست داشتم نمایشیش رو نه واقعیش رو ببینم، که حالا میریم جلوتر و از جذابیتاش میشنویم. سالها پیش توی کتاب برادران امیدوار که دو برادر بودن که دو برادر ایرانی که حدود 80-90 سال پیش در واقع دور جهان رو با هم دیگه دور دنیا رو میگردن، کمی شنیده بودم در مورد قبایل مشابه که مراسم بلوغ خاصی دارن و خیلی دوست داشتم که این مراسم بلوغی که در قبیله همر به نام بول جامپینگ BULL جامپینگ یعنی پریدن هست رو ببینم. و یهویی به ما خبر دادن که یکی از بچه‌ها امروز اتفاقی مراسم بلوغشه و هماهنگ کردن که سریع ما بریم اونجا. و خب من در پوست خودم نمی‌گنجیدم، فکر نمی‌کنم هر کسی این شانس رو داشته باشه که در این لحظه در کره زمین در این ساعت در نزدیکی قبیله همر باشه و شاهد بلوغ یک پسر نوجوان باشه. خیلی قشنگه. ما رفتیم و واقعا در پوست خودم نمی‌گنجیدم. اولین صحنه که توجهم رو جلب کرد خانم‌هایی بود که تقریبا اکثرشون موهاشون رو انگار اول فکر می‌کردم میشه شبیه کلاهگیسه، ولی خب نه، اومده بودن موهاشون رو یک حالت انگار چیزی از جنس خمیر مانند به موهاشون دادن که رنگ قرمزی داره. وقتی که ازشون پرسیدیم متوجه شدیم نوعی کره گیاهی و در واقع یک خاک سرخی هست، حتی سنگ‌هایی هست که میکوبنش و خاکش سرخ میشه و اون رو میزنن به سرشون برای زیبایی و حتی یه جورایی حفظ بهداشت میکنه براشون. و میگفتن گاهن میشه 1 سال 2 سال نمیرن حمام و این روی سرشون میمونه. و وقتی از کنار نمیگرفت. چرا دقیقاً من وقتی از کنارشون رد میشدم اون بوی زنندگی روغن و حس بد کاملاً به مشام میرسید. ولی خب این روشی بود و برای من جالب بود که 2-3 سال موهاشون رو نمیشورن. اغلب خانم‌های قبیله در واقع انگار یه سنت بود داشتن. شپش نمیگرفت. شپش ندیدم، احتمالاً حدس میزنم داره چیزی در اون اتفاق میفته، یک انفعالات شیمیایی که اتفاقا داره مراقبت میکنه از مو. شاید یکی از مسائلی هم که هست، موهای مردم افریقا خب به شدت وزه و نگهداری ازش براشون خیلی سخته. یعنی وقتی که گرد و خاک و اینها وارد موهاشون میشه به شدت سخته بیرون آوردنش یا شستنش. شاید این اتفاقا باعث میشه که اون موها منسجم بشن و شاید شاید این موضوع هم بوده باشه. از نگاه من اینجوری بود. البته اومدیم و دیدیم که با صدای خیلی عجیب و غریبی مواجه شدیم، انگار صدای پایکوبی و گاهنجیق و دویدن زیاد. یعنی این صدایی بود که اول و صحنه بود که ما رو خیلی متعجب کرد و یه جورایی منم همچین میدیدم همه دارن میدوئن، منم شروع کردم به دویدن و اینجا لیدرمون منو سعی میکرد کنترل کنه، گفت جوگیر نشو، اینا رو میبینی خیلی امن نیستا. و خب من تصورم این بود که خب دارن میخندن یعنی اتفاق خوبیه دیگه، خب منم مثل اینا میخندم. و هی لیدر کمک میکرد که در واقع من متوجه بشم که خطرناکه. تلاش کرد فکر کنم تا حدودی موفق شد چون الان زنده ام دیگه. ولی خیلی جالب بود. خیلی برام مهم بود که دارن به سمت کجا میدون و رسیدیم به جایی که خیلی برام عجیب بود. یک سری ترکه هایی، یعنی از شاخه درخت‌ها شاخه هایی رو جدا کرده بودن و این دست دخترها بود. این صدای جیغ از کجا می اومد؟ دخترها میدویدن دنبال پسرها در حالی که اون ترکه ها دستشون بود و اصرار پسرها که اینو بگیر و منو بزن. اصلا قبل اینکه وارد این موضوع بشید، بلوغه، این جشن بلوغه اصلا چیه که اینقدر جذاب بوده که اتفاق جذابی بوده؟ و بریم جلوتر تا براتون بگم که این مراسم بلوغه چیه و یادمون باشه حتما به این بپردازیم که چقدر بلوغ و مراسم بلوغ در گذشته و الان متفاوت شده و چه اثری روی نوجوان‌ها و جوان‌های ما داره. این خیلی نکته جالب و قشنگه و ما رو به فکر فرو میبره. و یادم رفت اینو بگم، چون مسیری که میرفتم همراه اینها میدویدیم و نگاه میکردیم، من میدیدم که دخترها یا نشستن یا ایستادن یا دارن میرقصن و همه پشت کمرهاشون پر از جای شلاق و زخم‌های به شدت عمیق که خون ازش جاریه.
و خب چون قبلا یکم شنیده بودم و میدونستم چه شکلیه، ولی خب واقعا دیدنش و به این عمق و جزئیات شگفت زده میکرد انسانو، خصوصا اینکه دخترها اصرار داشتن. یعنی من این برام عجیب بود که همین مردهایی که حالا تو قبیله قبلی زن همه ای کارها رو باید انجام میداد و اون مرده در واقع بخور و بخواب بود، این مرد خودش دلش میسوخت انگار یه جورایی، به هر حال داشت امتناع میکرد از زدن، چون میدید اون رگه های خونی که روی تن دخترهاست و دخترها اصرار میکردن به این کار. و وقتی من پرسیدم گفتم خب چرا اینقدر اصرار میکنن، گفتن که هر چه که بیشتر این دخترها زخم بیشتری بخورن، دخترها و خانمها که بیشترشون مجرد بودن، احساس تعلق خودشون رو به اون پسر دارن بیشتر نشون میدن، پسری که مراسم بلوغشه. این دخترها کیا بودن؟ فامیل و آشنایان این پسر بودن که در دایره ازدواج باهاش نیستن. خیلی جالبه. یعنی که توی این قبیله با یک سری از افراد اجازه ازدواج نداشتی. نمیدونم چقدر دقیقه، چون از مترجم که پرسیدم یه خورده احساس کردم با تردید داره جوابم رو میده. گفتش که برخی از افراد قبیله مثل اقوام نزدیک اجازه ازدواج نداری. یه جورایی این شکلی که الان داریم، شاید مشکلات ژنتیکی، بیماری های یه چیزایی، انگار حالا چه دلیلی داشته که اونها به نتیجه رسیدن، به هر حال یه چیزی باعث شده که اونها این ازدواج رو درست ندونن و اینها در دایره ازدواج نیستن، ولی نشون میدن که یه جورایی حس برادری، خواهر برادری عمیقی نسبت به این پسر دارن. به خاطر همین هر چه شلاق بیشتر، نشان دادن حس تعلق بیشتر. یعنی همون پسرش این شلاق؟ نه اون پسر نمیزد، اطرافیان اون پسر که معمولا پسرهایی که یکم از خودش بزرگتر بودن، مثل حالا دوستان، آشنایان و فامیل و هم قبیله های اون پسر بودن، پس تعدادشون خیلی زیاد بود دیگه و دردشون نمیگیره. و جالب بود دقیقاً. و من سوال این بود خب بابا این دردشون نمیگیره، چقدر خوشحالن وقتی میخورن، حتی یه اخمی تو صورتشون نمیاد، خب توی در لحظه بد میخوره شاید یکم چهرت برافروخته بشه، به هم بریزه. و جالب بود گفتن از صبح اینا در حال خوردن یک سری نوشیدنی های الکلی هستن که خودشون درست میکنن. حالا تو تصاویر ببینید توی سطل هایی خورده میشه، یعنی چیزی به نام فنجون و اینها ندارن، این سری سطل های پلاستیکیه که انگار حالا از جایی تونستن تهیهش بکنن و توی این سطرهای نوشیدنی ها رو میخورن و چون یه خورده ناهوشیاری و مستی رو دارن تجربه میکنن، پس تحمل این دردن براشون راحت تره. اینم نکته‌ای که در واقع های از اهمیت. توی همین هینوین هی دخترها پایکوبی میکردن، رقص میکردن تا ما رسیدیم به اون پسر که اگه اشتباه نکنم اسمش راگو بود و من خیلی برام این حسه پررنگ شد که وقتی میخواستم با راگو حرف بزنم چیزی از جنس شرم توی صورتش دیدم. شرم بود، استرس بود، نتونستم اینو پیدا کنم، چون حتی ازش پرسیدم خودش از کلمه دقیقی استفاده نمی‌کرد. مترجم گفت فکر می‌کنم استرس داره از مراسم بلوغش، که میگیم این استرس به خاطر چیه، جلوتر باید کاری انجام بده که در واقع مردانگیش رو اثبات کنه و خب این استرس داره دیگه، همه قبیله دارن نگات میکنن، اگه موفق نشی این کارو انجام بده خب تو مرد نیستی، تو صلاحیت ازدواج نداری، تو بزرگ نشدی، تو هنوز بچه‌ای. چه سنیه بلوغ؟ جالب بود ازشون پرسیدم، گفتن ما چیزی به نام سن نداریم، چون تاریخی ندارن اینها، مثل سالهای نخستین دیگه، فقط شب دارن و روز. و حتی من میگفتم خب میخوام بدونم که الان مثلا این چند سالشه، میگفتن که اصلا نمیشه تشخیص داد. کجا مترجم میشم بلوغ رسیده؟ جالبه. میریم جلوتر و من پرسیدم، گفتم که از کجا میفهمن که این بالغ شده؟ و حتی به دکتر میگفتم که آقای دکتر بلوریانی که در کنارمون بودن اورولوژیست بودن و بهشون گفتم که آقای دکتر چطوری تشخیص بدیم؟ گفتن که خب میریم جلوتر و میتونیم یک معاینه داشته باشیم، حتی ازش درخواست کنیم که راستش من فکر کردم دیدم احساس خوشایندی به خودم نمیده، چون برای اونها مرسوم نیست، شاید راضی بشن به این کار چون که هدف ما رو میدونن، برای اینکه ما قبیلهشون رو مشاهده کنیم از ما پول دریافت کردن، شاید این کار رو بکنن، ولی خودم انسانی ندیدم این کار رو، چون یکی از روش‌های مهمترین که از روش‌هایی که ما میتونیم تشخیص بدیم پسرها چطور بالغ شدن، معاینه اندام تناسلی. ما از راه دیگه استفاده کردیم. من گفتم بپرسین ازش آیا خواب‌های خاصی که پسرها میبینن و از نشانه‌های بلوغه براش اتفاق افتاده، و وقتی مترجم پرسید گفت نه اصلا هنوز اون خواب‌ها رو ندیدم. ولی جلوتر فهمیدیم که ایشون بالغ شده و بهتون میگم چه جوری به سن بلوغ کاملا رسیده. ولی چرا جشن یهویی شده بود؟ این برای ما سوال بود. چرا جشن یهویی شده؟ گفتن که پدر ایشون 2 همسر داره، همسر دوم 2 پسر بزرگتر داره که اینا میخوان ازدواج کنن، ولی تا ایشون مراسم بلوغش گرفته نشه به اونا اجازه ازدواج نمیدن، چون این پسر از زن اول بوده. در نتیجه میخوان مراسم بلوغ اینو سریعتر بگیرن که اونا بتونن ازدواج کنن. به خاطر همین یهویی شده بود. و رفتیم جلوتر و میرسیم به جایی که من میام همین هینوفین میبینم همه
افراد قبیله حالا جوون‌ها در حال رقص و پایکوبی و اون مراسم شلاق و اینها هستن. خودتون هم یه ذره پای آره کردید. گفتم خب درست نیست دست به سینه عقب بشینم دیگه، منم یه همراهی بکنم باهاشون و خب خیلی جذاب بود و جالب بود. اونام کیف می‌کردن، دستمو می‌گرفتن. خطرناک نبود چون خب چرا لیدر بهم گفت خطرناکه، ولی گفتم حالا یه بار تستش کنیم مگه چی. این خطر ممکن بود چه اتفاقی بیفته؟ یعنی خطر چی که به من میگفتن این من نمیخوام اون جنبه‌ای من میگیرن میکشن تا اینا، یعنی واقعا این کارو میکنن؟ ممکن بودش، یعنی ممکن بودش که یه اتفاقی بیفته که بخوان شما رو بکشن. یه چیزی من برداشت میکنم این که خب این قبایل از تمدن به دور هستن، ممکنه فرهنگ بسیار متفاوتی با ما داشته باشن، خطر رو متفاوت متوجه بشن. شاید من دارم کاری میکنم و دارم وارد حریمی میشم که برای اونها معنای خطر داشته باشه و من که نمیدونم که شاید اون لبخندی که اون میزنه شاید برای یک نفر دیگه معنای همراهی نداشته باشه. و از اون جایی که تقریبا همشون میتونم بگم که ناهوشیار بودن و اگه یادتون باشه ابتدای صحبت گفتم ما صبح‌ها مراجعه می‌کردیم برای دیدن قبایل چون خطرناک بودن. گفتن اینا ماده‌های نوشیدنی می‌خورن که تجربه حتی اتفاقای وحشتناک و قتل وجود داشته. درنچه ما الان اومدیم جایی که همه نوشیدنی‌ها رو خوردن. ما خب این بود که در واقع لیدر رو نگران می‌کرد. خب مسئول جان ما هم بود دیگه. نمیدونم من احساس خطر نکردم دیگه، رفتم و انجامش دادم و خب الان سالمم خدا رو شکر. ولی خب به کسی توصیهش نمی‌کنم، ولی خیلی لذت بخش بود. اومدم کنار این قبیله‌ای بود که تعداد پیرها بیشتر بود و برای من خیلی جالب بود. دیدم یه جا خانم‌های پیر، آقایون پیر همه نشستن، میان سالتر و اینها. توی این قبیله بیشتر به ما نگاه می‌کردن. توی قبیله قبلی من اصلا احساس توجه نکردم. توی این قبیله من نگاه، سنگینی نگاه، انگار کنجکاوی توی این قبیله بیشتر بود. من برداشتم اینه و من رفتم کنارشون نشستم یکم باشون تعامل بگیرن. همشون از اون سطرهای بزرگ دستشونه که دارن نوشیدنی الکلی رو میخورن و دیدم شما که تست نکرد جرأتشو نکردم راستش گفتم. رفتیم جلوتر و دوست داشتم بشینم کنارشون باشون یکم حرف بزنم چون سنشون بالاتر بود و در واقع مترجم ایشوی عزیز که خیلی واقعا لیدر و مترجم بی‌نظیری بود کمک کرد و گفتش که متوجه میشی دورنا که دارن پرت و پلا میگن و من گفتم که آره یعنی چی دارن چرا پرت و پلا میگن؟ گفت اینقدر نوشیدنی خوردن که اصلا متوجه حرفای من نمیشن و ناهوشیارن. خب این درصد خطر رو میبره بالاتر. اینجا بود که دیگه لیدر تاکید کرد که هممون کنار هم باشیم، اون 8 نفری که با هم دیگه هستیم، از چند تا ملیت دیگه هم تک و توک اومده بودن و دور نشیم از هم دیگه چون هوام داشت به سمت غروب میرفت و خطرناک بود. میرسیم به پیرزنی که احساس میکنم یه اقتدار بیشتری داره و ظاهرا اون نوشیدنی ها رو کمتر خورده و حواسش سر جاشه و میرسم به اون سالهایی که از قبیله قبل پرسیدم. رابطه جنسی به چه شکله؟ قبل از ازدواج چه معنایی داره؟ آیا اجازه دارن؟ و نگاهشون به پریود چیه؟ در مورد رابطه جنسی پرسیدم و خیلی جالب بود و گفتن که حداقل 2 بار هر دختر قبل از ازدواجش باید رابطه جنسی داشته باشه. اونجا اینجوری بود که مجازه، اینجا ببینید به شکل قانون در اومده. بچه‌ها، دوستای عزیزم، هر جا ما شکلی از قانون رو میبینیم یعنی تمدن بیشتره. یعنی آدم‌ها فکر کردن، معایب و مزایای چیزی رو سنجیدن و به این نتیجه رسیدن که باید براش قانونی بگذارن. این نشونه تمدنه. پس ما اینجا میبینیم که اینجا تمدن بیشتری وجود داره. تو پوشش هم گفتیم یه سری تغییرات داریم میبینیم. بعد من تعجب کردم، گفتم چرا حداقل 2 بار؟ گفتن برای اینکه این پسری که میخواد ازدواج کنه با یه دختر باید کلی گاو بده به خانواده دختر. از کجا معلوم این دختر بچه دار بشه؟ پس باید حداقل 2 بار رابطه جنسی داشته باشه، بچه دار بشه که ما مطمئن بشیم. و این و جالب بود من پرسیدم گفتم خب حالا با 1 بار نمیشه؟ خب 1 بار بچه دار میشه؟ بعد میفهمن که این دختر سالمه دیگه. گفتن نه باید 2 بار بشه که گارانتی باشه برای ما. 2 بار باید رابطه بچه دار بشه. و بعد گفتم که خب وقتی که بچه دار میشه بچه رو چیکار میکنیم؟ گفتم چه داروهای گیاهی داریم و سختش میکنیم. سختی که برای ما الان احساس عذاب وجدان در خیلی از فرهنگا داره و خیلی ناراحتی ایجاد میکنه، برای خیلی از مادرها تروما ایجاد میکنه. اونجا چیه؟ مگه چه عیبی داره؟ سختش میکنیم. و دقیقاً از کلمه که مترجم استفاده کرد اینه، گفت این سخت کردن ها و این بچه دار شدن ها یک تضمین و گارانتی برای پسری که میخواد باهاش ازدواج بکنه. و در واقع اگر دختری این رابطه جنسی رو نداشته باشه، اینجوریه توی قبیله که فقط بی‌عرضه بوده که نتونسته در واقع پسری رو جذب خودش بکنه و این تجربه رو داشته باشه. خب این یک تفاوت با قبیله قبلی. و پرسیدم که وقتی که پریود میشن رفتار اعضای دیگه قبیله باهاشون چطوریه؟ گفتن که یه اتاقایی داریم توی قبیله
که یکم دورتر از این فضای شلوغ قبیله است. خانم‌هایی که پریود میشن میرن توی اونجا. من یک اشتباهی کردم از لحاظ ذهنی و فکر کردم آها پس طردشون میکردن و همین رو پرسیدم، گفتم آها یعنی مثلا دورشون میکنن، طردشون میکنن. و خیلی جالب بود، خانم عصبانی شد، با عصبانیت، یعنی دقیقاً چهرش که عصبانی شد رو دیدم و مترجم این شکلی ترجمه کرد که میگه که این یه چیز طبیعیه، چرا باید طردشون کنن، میرن اونجا که استراحت کنن. و این خیلی برای من جالب بود که چی میشه که ما انسان‌ها الان به این نقطه رسیدیم که تازه بعد از سالهای سال حالا داریم تلاش میکنیم توی فضای مجازی که آدم‌ها بفهمونیم که پریود چیز طبیعیه. هنوز هم نرسیدیم، هنوز هم بی‌حیایی محسوب میشه. خیلی از خانواده‌ها یک دختر وقتی پریود میشه جلوی برادرش، پدرش، پسر خالش یا اینها اگر نیاز هم بشه، ما نمیگیم بیا داد بزنه که من پریودم، نه، نیاز میشه به عنوان یک روتین زندگی، مثلا حالش خوب نیست نمیتونه بگه من پریودم، میگه مریضم، حالم خوب نیست، سرم درد میکنه. انسانی که با تمدن خیلی غیر پیشرفته دقیقاً به این باور رسیده که یک زن زمانی که پریود میشه نیاز داره استراحت کنه، نیاز به مراقبت داره. دقیقاً اتفاقا من الان به این فکر میکردم که ما هنوز به این درک نرسیدیم که و یه جوری تحریف شده انگار، یعنی هر جایی که ما آدم‌ها انگار یک شکل‌هایی از تفکرمون رو اومدیم هی وارد یه چیزی کردیم، انگار یه چیزایی برامون راهبرد بوده، حالا مهم نیست مثبت یا منفی، و هر جایی از کره زمین یک شکلی از فرهنگ گرفته. ولی ما میریم سمت انسان‌هایی که کمترین بوی از تمدن رو بردن و به انسان‌های نخستین شبیه‌تر هستن و میبینیم که توی هر دو قبیله ما داریم مشاهده میکنیم که میگن یعنی چی، خب یه چیز خیلی طبیعیه و احترام و حتی یه جورایی درک داره میشه. خب این دو تا موضوع خیلی جذابه و بریم سراغ قسمت اصلی ماجرا و راگو که من وقتی اومدم باش صحبت کردم احساسی به نام شرم رو احساس کردم داره میکنه و دوست نداره در موردش زیاد حرف بزنه. تصاویری که از چهرش توی ذهنم مونده یه حالتی مثل دستاشو اینجوری میکرد وقتی میخواست حرف بزنه و دلم نیامد راستشو بخوای دیگه بیشتر از این ازش سوال بپرسم. میریم میبینیم ای وای همه دارن دوباره میدوند یک سمتی، هیچ کس کفش دیدم پای چیزی هم که میدونیم پاش نیست و همه جا هم سنگ و جاده و اینجور چیزاست که خاک و اینجور حرفا. بله و پا کاملا عادت کرده. چندین گاو، 7 گاو هست، 7 گاو غول پیکر. این گاوها رو مردها دارن تلاش میکنن یه جا ثابت کنار هم دیگه بچسبونن. خیلی طول کشید تا تونستن این 7 گاو غول پیکر رو کنار هم به خط کنن، چسبیده به هم. بله. حالا پسرمون که استرس داشت، به نظر میرسید استرس داره، باید چیکار کنه تا نشون دهنده این باشه که یک مرد شده؟ باید چندین بار از روی این گاوها رفت و برگشتی بپره بدون اینکه روی زمین بیفته. خب اینجا من خودم راستش بخوام اینجوری میگم یکی از گاوها یکم تکون بخوره این بیچاره میفته، خب طبیعیه. و ببینید چقدر سخته، همه قبیله جمع شدن هی دارن پایکوبی میکنن که بدو بپر و در واقع یه جوری مردونگی تو ثابت کن. و فراموش نکنیم که دخترهای قبیله دارن نگاه میکنن. خب این پسر در بلوغ، نگاه همسالان خیلی براش مهمه، قراره با یکی از همین دخترها ازدواج کنه. خب طبیعتاً از لحاظ ذهنی باید برای اون موضوع مهمی باشه. خب جالبه میدوه و موفق میشه و خب همه براش رقص و پایکوبی میکنن و همش هم من دل تو دلم نیست که ای خدای من نکنه یکی از این گاوا تکون بخوره و این پسر بیچاره بیفته. و آره و اینجا بود من رفتم کنار گاوا وایساده بودم، این آقام گرفته بودنش و خوشحالم بودم، انتظارم داشتم یکی از شاخه یکی از گاوارم بدن من بگیرم. که اینجا بود که دقیقاً لیدرمون دیگه اینجا با جدیت بهم گفت بیا این کنار وایسا، اگه یکی از اینا دیوونه بازی در بیاره میخوای چیکار کنی؟ اینجا یکم ترسیدم راستش بخوام، ترسیدم و اومدم کنار و پسرمون راگو موفق شد. اینجا بود که آقای دکتر و من هر دو با هم دیگه تشخیص دادیم که این پسر بالغ شده، چون لخت و اوریان این مراسم رو طی کرد و خب اندام تناسلی و بیضا کاملا بزرگ شده بودن و مشخص بود که ایشون وارد سن بلوغ شده. ولی خب حالا یا روش نشد بگه اون خوابهای مخصوص این سن رو میبینه یا اینکه واقعا نمیدید، خب چون زمان میبره دیگه، شاید هنوز به اون قسمت از بلوغ نرسیده بوده و کامل نشده بوده. این از این. و آخر مراسم با شکرگزاری تمام شد، همه دور هم جمع شدن. اینا البته میدونید که خدا رو نمیپرستن، اینها معتقد هستن که طبیعت
جان داره و همه اجزایی که در طبیعت وجود داره در واقع جاندار هستن. یک مراسمی در حال قدردانی و شکرگزاری دور هم دیگه پایکوبی کردن و غذایی که می‌خواستن رو سرو کردن. با پوست قهوه یک غذایی درست کرده بودن و جالبم بود که با پوست قهوه این غذا رو در واقع روی یک حالت سینی‌های بزرگی بود که روی آتیش بود و چیزی به نام دستگیرینا وجود نداشت. با دستشون این مثلا پوست قهوه رو توی همون آتیش به هم می‌زدن، با دستشون برمی‌داشتن می‌ذاشتن و یه دونه بز هم کشتن برای در واقع یه جوری قربانی کردن که همینو میپزن برای همه اون اعضای این بزن خوردن. اسم من پرسیدم و گفتن که دقیقاً گفتن خون خوردن خیلی رایجه در قبیله و یک ماده تقویتی محسوب میشه. حتی خیلی وقتا به زنهایی که پریود میشن دقیقاً مثالی که زدن گفتن که به اون زنها میخوان حیوانه رو مثلا نکشن، خونش رو یک مقدارش رو میگیرن و به اون زن میدن برای که تقویت بشه بدنش. عجب. ازدواج به چه شکل بود اونجا؟ یعنی شکل ازدواج چون تو قبیله قبلی ازدواج بذاره انگار مرسوم نبودش. درست، در واقع مرسوم بود ولی خب شکل خیلی عجیب غریبی داشت دیگه، فقط سکس بود انگار. احساس نبود ولی توی این قبیله احساسه بود. احساسه انگار پررنگ‌تر بود ولی راستش رو بخواین خیلی از سوالات رو فراموش کرد. نتونستم تو این قبیله بپرسم چون به شدت درگیر این مراسم بودن. احساس می‌کردم بعضی جاها یه جورایی دوست ندارن، به خاطر من سعی کردم سوالات اصلی مثل همین زایمان و رابطه جنسی و اینها رو بپرسم. حالا تو قبیله‌های دیگه که باز آزادترین سوالات رو بیشتر و گسترده‌تر می‌پرسیم. بعد این خانم‌ها گفتید که هر چقدر زخماشون بیشتر بود تعلق بیشتری رو داشتن به این پسر و در واقع فامیلشون نشون میدادن، جذاب‌تر بودن. ببینید مثلا تو هیچ چیزی معنایی نداشت اصلا، فقط نشون دهنده اینه که تو خیلی دختری هستی که این مثلا پسر خالتو خیلی دوستش داری، یه خواهر سوگلی هستی واسه این، یه همچین معنی داره. درسی که از این قبیله گرفتید در نهایت اومدید خارج شدید چی بود؟ برای من این شکلی بود واقعا شبی که من این دوتا قبیله رو گذشته بود و خب من خیلی خوشحالم که راستش رو بخواین این سفر رو تنهایی و بدون خانواده رفتم. اولش همون دلیلی بود که قبلا گفته بودم، خب فکر نمی‌کردم اینقدر بدون امکانات بودن برای پسرم مفید باشه و اذیتش کنه و حتی خب شنیده بودم، تحقیق کرده بودم و دیده بودم حتی قبیله‌های غربی هم نوجوان‌ها رو نمیارن و به خاطر این گفتم شاید با صحنه‌ای مواجه بشیم که برای پسرم مناسب نباشه و همسرم خب کنار پسرم بودن. ولی خیلی خوشحال شدم که این سفر رو تنهایی اومدم و در تمام طول سفر من همه اتاقامو سینگل گرفتم، اتاق یک نفره. خب هزینه‌اش خیلی بیشتر میشد ولی خیلی خوشحالم به خاطر این کار. ببینید حجم ورودی اطلاعاتی که در طول صبح تا شب به ذهن من وارد میشد و با چشم میدیدم جوری بود که واقعا شب نیاز داشتم خلوت کنم و فقط بذارم ته‌نشین بشه. واقعا میتونم بگم خیلی از چیزهاش رو درک نمیتونستم بکنم. این همه تضاد، این همه تغییر، این همه متفاوت بودن با آنچه که ما الان داریم زندگی میکنیم و میشنویم، با اینکه خیلی در موردشون خونده بودم، واقعا میتونم بگم برای ذهنم قابل پذیرش نبود و خیلی خوشحالم که اون شب‌ها یک نفره بودم، سکوت بود. گریه نمی‌کردید اون شب؟ چرا اتفاقا فکر کنم حتی یکی از شب‌ها که توی قبیله بعدی هستش من یادم یه شب خیلی گریه کردم. فکر کنم تو چشمام اشکیه که استوری گرفتم. نمیتونستم درک کنم واقعا. چی بود؟ همر بود؟ همر چه درسی داد به شما و خارج شدید؟ میخوام چون قبیله خیلی زیاده و انقدر هنوز تازه میدونم جذاباش هنوز تازه داریم هی میرسیم و هر کدوم یه بخش جذاب خیلی زیادی داره. این داشت که ببین دو تا قبیله‌ن، حالا یه مقدارم با هم فاصله دارن، یادم نیست چقدر فاصله بود، شاید مثلا 1 ساعت با هم دیگه فاصله دارن ولی شیوه زندگی متفاوتی دارن. و یه چیزی که خیلی تو این قبیله برای من جلب توجه کرد، اگه یادتون باشه گفتیم 5 تا مؤلفه خوشبختی داریم، درسته؟ طبق تحقیقات مارتین سیلیگمن و روانشناسی مثبت‌گرا که اسمش پرما بود، PERMA. چقدر آر توی این قبیله معنادار بود، یا همون ریلیشنشیپ و روابط. همه جا آدم‌ها گله‌ای نشسته بودن، اون پیرزن پیرمردهایی که داشتن حالا اون نوشیدنی‌های الکلی رو می‌خوردن، دخترهایی که داشتن کتک می‌خوردن، پسرهایی که در واقع تو این جشن بلوغ شرکت کرده بودن. شما فردیت رو کمتر می‌دیدی خلاف قبیله مرسی. اینجا خیلی آدم‌ها انگار این شکل ارتباط رو داشتن و خیلی برام جذاب بود و خیلی متاسفم که خودم شخصا زمانی که این سوال پرسیده شد حضور نداشتم. لیدرمون از یکی از مردها پرسیده بود که دوست داری جای ما باشی؟
این سوالی بود که من خیلی دوست داشتم پیش خودم، واقعا اینجوری از خودم میپرسیدم که چقدر گناه دارن اینا ما رو میبینن با این همه امکانات، با ماشین‌های مثلا پرسرعت میایم اینجا، کوله پشتی‌های خوشگل، لباسای تمیز، بهداشت، پوست رنگ سفید، صورت تمیز، موهای تمیز، رنگ‌های مختلف مو و دلشون نمیخواد جای ما باشن. چقدر گناه دارن. تو ذهنم این بود. ولی جالب بود که لیدر پرسیده بود از یکی از مردها که دوست داری جای ما باشی و با تعجب گفته بود من جای تو باشم؟ تو باید دلت بخواد جای من باشی، تو میای ما رو تماشا میکنی، من چرا باید جای تو باشم؟ و جالب بود لیدرم گفته بود خب معلومه دیگه، ببین ماشینای ما رو ببین، شما باید چقدر راه برین، کفش ندارین، ما ماشین داریم، کفش داریم، گوشیامون رو ببین، نمیدونم ارتباط داریم، نمیدونم پول داریم، مانی داریم، ببین پول داریم، فلان داریم. بعد اون جالب بود جواب داده بود بهش که من 4 تا زن دارم، نمیدونم 9 تا بچه دارم، نمیدونم 20 تا گاو دارم و من اوکی ام، نه هیچ وقت دوست ندارم جای تو باشم. من میبرم شاید برای یک انسان عادی طبیعی باشه بگه آخه اینا چقدر بدبختن، اینقدر بی تمدنن که به همون راضین. نه، اتفاقا من میگم اینها در جای خودشون احساس خوشبختی دقیقی دارن. پژوهش‌ها اینو ثابت میکنه. گفتیم هر جای کره زمین باشی اگر پرما رو در خودت ایجاد کنی احساس خوشبختی میکنی. اینا پی دارن، پوزیتیو ایموشن. شما هر وقت اینها رو میبینی، اصلا افریقا معروفه به اینکه همینجوری هر جا نگاه میکنی گله به گله آدما دارن میرقصن. تو شهرم همین بود، اتیوپی، روستاهایی که ما میرفتیم شما این رو زیاد میدیدی. پس چی؟ پوزیتیو ایموشن، هیجان مثبت زیادی رو دارن، احساس شادی زیادی رو دارن. یک اینگیجمنت، اینو غرقگی رو تجربه میکنن. یعنی چی؟ یعنی ممکنه در همون صحبت کردن با هم، اون گله‌داری که دارن میکنن. یک اینگیجمنت یعنی یک لذتی رو دارن تجربه میکنن که تمرکز داشته باشن. اینگیجمنت چی بود؟ گفتیم گذر زمان رو حس نکنیم. اینا به نظر میرسه گذر زمان رو خیلی وقتا حس نمیکنن، ساعت‌ها داشتن کتک می‌خوردن و سال‌ها دارن این کارو انجام میدن، ولی شما نمیشنوی کسی خودکشی کرده باشه. میریم سراغ ریلیشنشیپشون بی‌نظیره، روابطشون بی‌نظیره. گفتیم ریلیشنشیپ توی پرما چی بود؟ مؤلفه خوشبختی. تو اگر نصف شب ساعت 4 صبح جای گیر کردی به چند نفر زنگ بزنی میان سراغت و بهت کمک میکنن. اینا یکیشون بره یه قبیله دیگه و یه خالی توی پاش بره، کل قبیله میرن به دادش میرسن، میجنگن، آدم میکشن به خاطرش. پس یک ریلیشنشیپ بی‌نظیر. اینا ام دارن، مینینگ دارن. گفتیم مینینگ چیه توی پرما؟ گفتیم اونجاییه که تو یک معنای قوی‌تر، یک معنای بزرگتر از خودت داشته باشی. اینا قبیله و خانواده بزرگترین معناست به خاطرشون. به خاطر قبیلهشون جون میدن. و جالب بود، من پرسیدم گفتم که اگه یه نفر این همه گاو نداشته، مثلا میگفتن 30-40 تا، من چقدر باید گاو بدی که بتونی ازدواج کنی؟ بعد گفتیم که اگه گاو نداشته باشه چجوری؟ گفتن بقیه اعضای قبیله بهش کمک میکنن، گاو بهش میدن تا این بتونه ازدواج کنه، بعد دور گاوا رو برگرد. یا میتونه مثلا قسطی انجام بده این کارو. ببین پس اینقدر این مینینگ قویه، یعنی آدم‌های قبیله خودشون رو متعلق به قبیله‌ای میدونن که براش تلاش میکنن و همه همدیگه رو حمایت. شما دوست نداشتید جای اونا باشید؟ رو بگم اچیومنت رو بعد جواب سوالتون رو بدم. آیا در واقع پرما اچیومنت و دستاورد همین چیزی که آقای گفت دستاوردش چی بود تو زندگی؟ گفتم من 4 تا زن دارم، 9 تا بچه دارم، 20 تا گاو دارم. این همه دستاورد که خودش بهش افتخار میکنه. پس ایشون یک خوشبخته. دورنا تو دوست نداشتی جای اون باشی؟ خب مسلمه که نه. ولی احساسش رو چرا؟ جایگاه هم دوست ندارم اونجا باشه، زندگی اونجوری باشه، دور از تمدن باشم و این همه واقعا چیزهایی که باعث شده این درکی که امروز داشته باشم رو داشته باشم. ولی کاش میشد ترکیب کرد، کاش هم پرما رو داشته باشی هم یک زندگی متمدن و این چیزی که ما میتونیم یاد بگیریم و در خودمون بسازیم. این هم از قبیله همر که پر از درس بود و اینکه هر جای دنیا باشی میتونی 5 مؤلفه خوشبختی رو در خودت بسازی و اونها آدم‌های بدبختی نیستن. ما نباید دلمون براشون بسوزه، ما دلمون برای خودمون بسوزه. شاید اونا دلشون برای ما میسوزه. دقیقاً همینو گفته بود. گفت تو باید جای من باشی، تو میای منو ببینی، خیلی قشنگه. تو برای دیدن من میای، من که برای دیدن تو نمیام.